خصوص یه طراح ترک اومده با لباسای جذاب. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buna bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsiniz. Tasarımı bana ait. Kendim istiyorum. Çok güzel oldu. اومده به سبک یونانی واسمون دیزاین کرده. خیلی ملکه است. بریم طراح ایرانی ببینیم. تشکر می‌کنم. طراح زیربرقه. یا که لباسای ایرانیه. چه بامزه است باشه. پس یه دیزاینر ایرانی رو ببینیم و خیلی هم خوش انرژی. سلام. خوش اومدی. خیلی ممنونم. چه بافتایی بامزه. متشکرم. اینا دیگه امضای برند منه. کار دستباف پشم ملی موسان. به موفق باشید. برندتون رو معرفی میکنید برامون؟ بله. اسم برندم سودالاپه. سودالاپ یعنی میشه قرتی بودن و اینا. بعد الان دو تا لاینم آوردم که لاین کار کژوالمه که کلا همه کارا لیمیتد تولید میشه و کارهای دستباف که اینا هر کدوم یه نسخه هستش. امضای کارت. بله. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. روز خوبی داشته باشین. آره بیا. اینا کار دسته. سبک کار جواهریه که حالا توش نگینا و کریستالای زینتی استفاده شده. مثلا این کار کالکشن گردانه سنگ گارنت هستش. تماما کار دسته. دیزاینر این لباس اومد. سلام. خوب هستی؟ دیدم یه داستانی میشن. افسانه ایرانی افتادم. تو همون آره. تا توضیح بدی لطفاً. کلا من طرح‌های پارچه‌مو خودم طراحی میکنم، یه داستان میسازم. بعد طراحی میکنم، بعدم که چاپ میشه و حالا داستان این کالکشن هم یه داستان دیویه که تو شهر زندگی میکنه. ولی دیگه انقدر شهر شرارتش زیاده هیچکی ازش نمیترسه. برای همین ناراحته. تصمیم میگیره که بره از شهر. با یه کلاغی شروع میکنن سفر کردن تا برسن به این باغ ایرانی. خیلی قشنگه. پیجیشون هم میذارم زیر این برنامه. حتما به سر بزنید.